لیگ اولی نشان بدهند. دسته‌ای که حیاتی خود را کاملا در روزنه گذشته فوتبال بازار اسدی حبیب‌الله نوباس از این هم دسته را خیلی خوب آماده کرد و توانست یک تیمی رقابت پذیر در چمپیونات لیگ اولی تاجیکستان بود. گزارش بسیار هم خوب از جانب بازیگر رقم 11 دسته اسخات پاس به کنار راست میدان فرصت برای اجرای ضربه هست. حالا ضربه اجرا کرده می شود و چرا در این لحظه موفق نمیشود. پاس به کنار باهرجان سنگینبویف بود. حالا پرتاب اجرا می شود به جریمه‌گاه دسته خطلان. فرصت بسیار هم خوبی گلزنی به نتیجه. حمله نوبتی دسته خطلان سوربون افغانوف پرتاب به جریمه‌گاه و بسیار مشکل بود برای حمایتگری دسته اسخات. باز هم باهرجان سنگینبویف پرتاب نوبتی به کابر توره فرصت برای فوتبالبازان اسخات ضربه و چگونه رستم جان صبوروف نتوانست این لحظه رو با گل انجام بدهد. حمله نوبتی فوتبالبازان دسته اسخات با دروازه‌بان 1-1 میبراید. حمله‌گری دسته اسخات و داور پنالتی تعیین میکند به دروازه دسته خطلان. شهرام اسماعیلوف اعتراضی بازیگران دسته خطلان را زیاد میکند. بله توپ را دور کرد در این حالت اکوبیر تورایف. حالا ضربه حمله‌گری دسته اسخات را میبینیم دوستان ارجمند. اکوبیر تورایف ضربه و گل حساب شده میشود. حمله‌گری دسته اسخات اولین گل دسته اسخات را در چمپیونات لیگ اولی تاجیکستان به هدف رسانید. دقیقه 45 و 2 دقیقه ایلوگی اخیر مؤلف گل شد و همینطور با حساب 1-0 صاحبان میدان به تنفس میروند. برمیگردیم به قسم دومی رقابت میان دسته‌های اسخات و خطلان. ما رو ترک نکنید. همراه قلوف در خط حمله همراه با ژانگاتن چگونه بازی میکند. خب این اولین تغییرات در بازی امروز است دوستان ارجمند. حالا میپردازیم به اعلان هیئت دسته ها شروع میکنیم. با تو فوتبالبازان دسته خطلان پرتاب به جریمه‌گاه دسته اسخات فشار خیلی هم زیاد و باز هم پنالتی. حمله‌گری دسته خطلان اجرا خواهد کرد مقابل مومین جان گدایی باش. ضربه اجرا میشود و حساب 1-1 دوستان ارجمند. ژانگاتن حساب را برابر کرد. اینجا پای دروازه‌بان عموما نرسیده است به بازیگری دسته خطلان و شاید دستش کمی رسید و مهارت نوردین همراه خلوف خیلی بلند بود برای افتیدن. امیدجان شریپوف پرتاب به جریمه‌گاه دسته اسخات و ببینید که چگونه لحظه خوبی گلزنی برای بازیگران خطلان. سوربون افغانوف پسی او بسیار هم خوب. حالا ژانگاتن باید ضربه بزند اما نه و حالا او صفی الله نظرزاده رو عوض میکند. پرتاب به جریمه‌گاه دسته خطلان ضربه بسیار سخت اجرا میشود از جانب بازیگری دسته اسخات. پرتاب به جریمه‌گاه دسته خطلان ضربه اجرا میشود و ببینید که چگونه امکانیت خیلی هم خوب پرتاب ارسال میشود به جریمه‌گاه دسته خطلان. اجرایش ضربه باید انجام شود از جانب قهرمان حمید و همینطور هم میشود امکانیت نوبتی برای فوتبالبازان دسته اسخات و ببینید که چگونه وضعیت خطرناک بود اما بهروز مرتضی اشاره میکند که پرتابی و با جریمه‌گاه دسته اسخات مومین جان گدایی بایف ضربه باید اجرا کرده شود. امکانیت بسیار هم خوب برای خطلان و همینطور وقت به انجام میرسد. بازی 1-1 به پایان رسید. مؤلف گل شود و همینطور امتیاز میان این دو دسته ها تقسیم کرده شد و ما بالاتر اشاره کردیم که بازی های دوره دوم را دسته ها در کجا برگزار میکنند.